آن است صدای ایران. شنوندگان عزیز، بخش سوم برنامه‌های امروز به این ترتیب پخش می شود. ساعت 18 چند خبر، 18:05 برنامه دهقان شامل تقویم کشاورزی، یک گزارش رادیویی از خانه انصاف یکی از روستاها و پاسخ به نامه‌ها. ساعت 19 اخبار سیاسی و ورزشی. 19:15 موسیقی ایرانی با شرکت همیرا و سیاوش. 19:40 برنامه از تکنوازان با همکاری عبادی، سارمی، اسدالله و جهانگیر ملک. ساعت 20 مشروع اخبار ایران و سایر کشورهای جهان. ساعت 21 برنامه مشاعره. 21:30 گلهای تازه شماره 30 آواز خانساری. ساعت 22 چند خبر. 22:05 اولین قسمت داستان شب به نام اردیبهشت. 22:30 گلهای رنگارنگ برنامه شماره 572 با همکاری پروین و قوامی. ساعت 23 اخبار. 23:05 موسیقی کلاسیک کاپیچیو اسپانیول اثر ریمسکی کورساکوف. 23:30 برگ سبز برنامه شماره 263 آواز شهیدی. ضمناً اینجا تهران است، صدای ایران. شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به برنامه موسیقی ایرانی این ساعت توجه فرمایید.
چه فتنه بود که حسن تو در جهانم داد که یک دم از تو نظر بر نمیتوانم بلای غمزه نامهربان خونخوارت چه خون که در دل یاران مهربانم داد چه خون که در دل یاران مهربان داد یا ز عقل و عافیت آن روز بر
در کرام مانده که روزگار حدیث تو در میان انداخت. ای دل ای دل یار دل تو دوستی کن از دیده مفکن زنهار که دشمنم برای تو در زبان داشت. Thank you.